داستانی کل تاجیکستان خبر داد که در این نهاد یک ساختار نو با نام مرکز یگانه اطلاعاتی اوید به پیشگیری اکستریمیسم، تروریسم و کیبر جنایت ها تأسیس یافته از 9 اکتبر سال 2023 دانشکده آموزشی مسئله های قانونیت، ترتیبات حقوق، جنایتکاری و تکمیل اختصاص کارمندان مقامات پروکراتورای جمهوری تاجیکستان برنامه مشغولیت های نظریوی و عملی اوید به معرفی این ساختار نو شروع کرده است. گفته می شود در رفت مشغولیت ها ضروریت تأسیس مضمون و مویت مرکز یگانه اطلاعاتی اوید به پیشگیری اکستریمیسم، تروریسم و کیبر جنایت ها به کارمندان فهمانیده شده. موضوع های مهم از قبیل سمت های اساسی فعالیت وظیفه، پرینسیپ و وکالت های مرکز، به قیدگیری و سیستماتیزاسیون پرونده های جنایتی اکستریمیستی، تروریستی و کیبر جنایت ها، تحلیل و تحقیقات در سمت پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم، پیشگیری پنجشنبه مواد اطلاعاتی اکستریمیستی در فضای اینترنتی، مانیتورینگ، ارزیابی و پیشگویی تهدیدهای این ظهورات و غیره بررسی می شود. درباره وظیفه ها و هدفهای مرکز یگانه اطلاعاتی واحد به پیشگیری اکستریمیسم، تروریسم و کیبر جنایت ها در خبر چیزی گفته نشده است، ولی از برنامه مشغولیت ها برمیآید که این مرکز به کارهای چون به قیدگیری و سیستماتیزاسیون پرونده های جنایتی اکستریمیستی، تروریستی و کیبر جنایت ها، تحلیل و تحقیقات در سمت پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم، پیشگیری پنجشنبه مواد اطلاعاتی اکستریمیستی در فضای اینترنتی و پیشگویی تهدیدهای این ظهورات مشغول خواهد شد. کیبر جنایت ها یعنی جنایت هایی که با استفاده از اینترنت و فناوری های نو صادر کرده می شوند. برای تاجیکستان ظهورات نسبتا نو است، ولی تروریسم و افراطگرایی بخصوص از جانب گروه هایی که در افغانستان همسایه عمل می کنند به شمول داعش و جماعت انصارالله از چالش های جدی برای امنیت تاجیکستان شمرده می شوند. تنها در نیمه اول سال 2023 بنا به آمار وزارت کارهای داخله در تاجیکستان 195 نفر با اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی و افراطی و در نیمه اول سال 2022 261 نفر با چنین جنایت‌ها دستگیر شدند. ولی منتقدان میگویند مقامات تاجیکستان از تمغه تروریسم و اکستریمیسم برای مبارزه با مخالفین سیاسی خود فراوان سوء استفاده میکنند.